السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة Dubai domla Saul berimda ami bardaroy bagi doron bardaroy hasan ki ami ami shmura tamshu bekine na ba tamshu kadın shmu megan ki aynı tamshu kadın da abu muhalli madinera tamshu bekine na abu bu mutawakil tamshu bekine ami de shmu çi sabi bezina ka الله. نفهمیدم گفتم. mu nami bishortar shmura tamshu bekine mura megan ki tamshu nakine nira ami da megan ki aynı tamshu kadın Muhammed abu muhalli madinera tamshu bekine ami da mura yak çiz sabi solum ya işte bir bayna şima سبحان الله. Akmo ilmi بسیار نداریم همین فقط میشمارم تماشا میکنم بعض آدمایی هست که میگن ایره تماشا نکن در پیش ما گوش نکن در پیش ما یارو نمو گوش نکن من خیلی نه فقط برای من خودم من گوش کنید نگم. یعنی اگر کسی نباشد سخنش باید در ترازوی قرآن و سنت برکشیده شود. سخنی که میگوید اگر در شریعت باشد قبول است، اگر چی اون کس شیطان باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم صدقه و هو کذوب گفتن، راست گفته است لیکن وی دروغچی است گفتن. شیطان دروغچی است، لیکن در همین مسئله پیش از خواب کسی آیت الکرسی را خوانده خوابد تا سحر شیطان ضرر نمیرساند گفت. در همین گپش راست گفته است گفتن. بنابراین ما عمل میکنیم به همین حدیث. اصلا این حدیث از شیطان آمده است، لیکن پیامبر صلی الله علیه و تصدیق کردن، قبول گفتن، راست گفته است. برای این برای ما دین شد. بنابراین کدام آدمی که سخنی کند که سخنش واقعا در قرآن باشد، در حدیث باشد، به سخنش عمل کرده میشد. لیکن اگر سخنی دروغ گوید از نام شریعت، چیزی که در شریعت نیست اون گوید، سخنش کسی نباشد، بر پشت دیوار پرتافته میشه، سخنش قبول کرده نمیشه. همین قاعده رو فراموش نکنید.